غذامون همش اورژانسی، همش در حال آژیر کشیدن بودیم. انقدر آمار دادیم حواسمون پرت شد، موفقیت‌های اجتماعی زیر دست و پا دارن له میشن. همه به دنبال راه‌حل‌های بزرگ بودن، همه دنبال این بودن که مسئله‌ای که در طول تاریخ، در طول دهه‌ها خلق شده، یهو با یه راه حل حلش کنن. گفتیم ما میایم به جای اینکه انتزاعی و بشینیم در واقع فرمول‌ها و تعریف نوآوری و نوآوری اجتماعی و اینها حرف بزنیم، میایم میگردیم در کف میدان الگوهای موفق رو پیدا میکنیم که 3 تا ویژگی داشته باشه. اول حل مسئله کرده باشه، حتما بتونه بگه من چی کار کردم، من چه مسئله‌ای رو حل کردم. دوم نوآورانه اونو حل کرده باشه و سوم با کمک مردم و فناوری‌های اجتماعی مسئله رو حل کرده باشه. این شد 3 شاخص اتم بودن. همونطوری که پیدا کردن مزرعه زعفران در ایران احتمالش خیلی بیشتر از پیدا کردنش در سیبریه، احتمال پیدا کردن اساره انسانیت، دین، عشق، اخلاق و طبیعت در ایران بسیار بیشتر از هر سرزمین دیگری است. فرهنگ ما این امید رو به ما میده، هنر ما این امید رو به ما میده، آیین‌های مذهبی ما، دینداران ما، خود انسان متدین متخلق ایرانی امروز که مثلش توی دنیا خیلی کمتر پیدا میشه. اتم ها که مخفف الگوها و تجربه های موفق هستند، یک جمع و یک هویتی هستند از فعالان و کنشگران اجتماعی که تونستن با همه ملاحظات و سختی ها و داستان هایی که داشتن یک مسئله ای رو خلاقانه و مبتنی بر فناوری های مردمی و فناوری اجتماعی حل کنن. خب این اتم ها از قریب 5 ساله که این فرایند جمع کردن اینها شناساییشون داره انجام میشه. ما تا به امروز بخش زیادی از انرژیمون رو صرف ترویج و شناسایی این اتم ها کردیم و از امروز وارد فرایند شتابدهی الگوهای موفق میشیم.